بعد از 2 ویدیوی قبل این بار ما میخوایم به قدرتگیری بلوچ‌ها داخل امپراتوری اشکانیان بپردازیم. پس بدون معطلی میریم سراغ اصل ویدیو. من ارش، بنیانگذار و اولین حاکم اشکانیان هستم که منطقه پارت را تصرف کرده و سلوکیان متجاوز را برای اولین بار از این ناحیه بیرون راندم. ارش در واقع برادری داشته که در پیروزی‌های اون در جنگ با سلوکیان نقش محوری ایفا می‌کرده. برای همین بعد از مرگ ارش قدرت به تیرداد برادر ارش میرسه. هرچند که اصولا قدرت سیاسی پادشاهی‌ها از پدر به پسر منتقل میشه، اما در مواردی که پادشاه پسری نداره یا پسر لیاقت کافی نداره و یا سایر دلایل، برادر، عمو و یا حتی یکی از شاهزادگان هم میتونه به عنوان پادشاه انتخاب بشه. این مسئله در خصوص اشکانیان هم صدق میکرده، خصوصا چون در دولت اشکانیان مجلس اعیان قدرت زیادی برای خلع پادشاه از قدرت و جایگزین کردنش با فرد دیگه‌ای از خاندان سلطنتی داشته. ما در طول حکومت اشکانیان میتونیم اینطور موادی رو به وفور ببینیم. شروع ارتباط بلوچ‌ها با اشکانیان که در واقع حدوداً برمیگرده به سالهای 240 قبل از میلاد. اولین ارتباط بلوچ‌ها با اشکانیان در دوره تیرداد بوده، یعنی در همون ابتدای شکل‌گیری حکومت اشکانیان. بلوچ‌ها در اون موقع قدرت رو در سرزمین و منطقه خودشون از دست داده بودند و زیر سلطه هندی‌ها قرار داشتند و از طرفی هم از حضور سلوکیان در منطقه ناراضی بودند. پس با قدرتگیری ارش از فرصت استفاده می‌کنند و به دیدار تیرداد برادر ارش میرن. از امیر کورنگ زنگنه، میر میران زابلستان به رؤسای پنجگانه بلوچ، امیر سام براهویی، امیر بختیار ادرگانی، امیر بسران مامولی و امیر ماکک کرمانی. با فرارسیدن به موقعیت حال حاضر و قدرتگیری هم‌نژادهایمان در منطقه، من از شما تقاضا دارم که در دیاری رساندن به آنان مرا همراهی نمایید، چرا که آنها هم نسل و هموطن ما هستند. حضور بلوچ‌ها در جنگ‌های اشکانیان حدود سالهای 200 قبل از میلاد. در دوره اردوان سومین شاه اشکانی، انتیوخوس سوم سلوکی با سپاهی بزرگ وارد جنگ با اردوان میشه و در مسیر خودش 2 منطقه اکباتان و سپس هیرکانا یا گرگان امروزی رو به تصرف در میاره. انتیوخوس سوم سلوکی با ارتشی عظیم دست تصرف منطقه پارت را نموده است. او همکنون بعد از فرونشاندن شورش‌های سایر مناطق و تصرف اکباتان و هیرکانا در آستانه تصرف دامغان میباشد. به همپیمانانمان در شرق نامه بفرستید و خود را مهیای نبرد نمایید. نهایتاً سپاه دشمن در محدوده پایتخت اشکانیان یعنی شهر دامغان در مقابل سپاه اردوان و بلوچ‌ها قرار میگیره که در این جنگ گفته میشه 40,000 نیروی جنگاور بلوچ سپاه اشکانی رو همراهی میکردن. نهایتاً هم به خاطر عدم توان پیشروی انتیوخوس سلوکی در مقابل اشکانیان، پیمان صلحی بین طرفین بسته میشه و بر اساس این پیمان عملاً حکومت اشکانیان در مقابل سلوکیان رسمیت پیدا میکنه و این خودش یک پیروزی بزرگ برای حکومت نوپای اشکانی و اردوان محسوب میشه. حوالی سالهای 200 قبل از میلاد، در دوره مهرداد اول یا میترادات اول، امیر بهرام حاکم منطقه بلوچستان فعلی: به همپیمانانمان پیام درخواست کمک بفرستید، چرا که تسلط و دخالت هندی‌ها در امور منطقه برای ما از این لحظه بعد قابل پذیرش نخواهد بود. مهرداد اول: ما در این امر پشتیبان شما خواهیم بود، همانطور که شما پیشتر در برابر دشمنان ما را یاری نمودید. در واقع در این دوره با حمایت مهرداد بلوچ‌ها موفق میشن تسلط سلسله موریای هندوستان رو بر بلوچستان به طور کامل از بین ببرن و بار دیگر بر سرزمین خودشون به صورت کامل تسلط پیدا کنن و امیر بهرام حکومت رو در منطقه به دست میگیره. بلوچ‌ها با تسلط یافتن بر سرزمینشون در واقع به سازماندهی داخلی حکومت خودشون میپردازن، ارتش رو منظم و چندین قلعه میسازن. این سازماندهی داخلی موقعیت اونها رو بهتر میکنه که ما مفصل‌تر قبلا داخل ویدیوی اول به این سازماندهی ها پرداختیم و اینجا از دوباره گویی اونها خودداری میکنیم. دور پررنگ بلوچ‌ها در ساختار سیاسی اشکانی‌ها. به نظر میرسه که قدرت بلوچ‌ها در حوزه شرقی امپراتوری و قدرتگیری اونها و حمایتشون از امپراتوری اشکانی باعث میشه که دارای کرسی اشرافزادگان در مجلس تعیین پادشاه بشن و پس از اون نقش‌های بسیار مهم و کلیدی رو در دوره‌های مختلف ایفا بکنن. تهاجم سکاها به قلمرو اشکانیان حوالی سال 130 تا 90 قبل از میلاد. ابتدا در دوره فرهاد دوم و سپس در دوره اردوان دوم بلوچ‌ها در جنگ‌های علیه سکاها شرکت می‌کنند. در دوره اردوان دوم در نهایت وضعیت به جای میرسه که سکاها موفق میشن به بلوچستان، خصوصا بلوچستان شرقی فعلی
و حتی بیشتر از اون به سیستان وارد بشن. مابین حکومت‌های اردوان و مهرداد دوم نبردهای زیادی در منطقه بین این دو گروه بلوچ و سکایی اتفاق میفته که نتایج متفاوتی هم داشته. در دوره‌های بلوچ‌ها و در دوره‌های سکاها پیروز این میدان‌های نبرد بودند که ما پیشتر در ویدیوی اول بلوچ‌ها و امپراتوری اشکانی مفصل‌تر در رابطه با این نبردها توضیح دادیم. به عنوان مثال در یکی از نبردها سکاها که وارد حوزه بلوچستان شده بودند در منطقه کیکانان در وادی مستونگ در تقابل با بلوچ‌ها قرار می‌گیرند و ارتش بلوچ‌ها در منطقه سام پوران با سکاها روبرو میشه و رهبرشون به نام موقوس رو در این نبرد شکست میده. مهرداد دوم علیرغم مقاومت‌های مداوم بلوچ‌ها مدت هاست که حضور سکاها در حوزه شرقی امپراتوری باعث رنجش ما و بلوچ‌ها شده است. حال که فرصت داریم بهتر است که به این موضوع خاتمه داده و این مسئله را حل نماییم. نهایتاً در دوره مهرداد دوم این بار بلوچ‌ها وارد یک جنگ تمام عیار علیه سکاها میشن و در این جنگ موفق میشن سکاها رو شکست بدن. پس از این جنگ‌ها نفوذ سیاسی بلوچ‌ها هم در منطقه خودشون و هم درون دربار اشکانی بیشتر میشه. افول دولت اشکانی حوالی سال 80 قبل از میلاد، دوره پادشاهان گذرا، یکی از دوره‌های دارای تحولات مهم به قدرت رسیدن پادشاهی 80 ساله بوده که گفته میشه فرزند مهرداد اول به شمار میاد. مجلس اعیان اشکانی در نهایت به دلیل وضعیت نامناسب مملکت کسی بهتر از این پادشاه 80 ساله رو پیدا نمیکنه و اون رو به پادشاهی منصوب میکنه که این مسئله باعث بروز اختلافاتی در بین شاهزادگان منتظر سلطنت میشه. پس از این فرد هم فرهاد سوم به سلطنت میرسه که در این دوره اختلافات داخلی به جای میرسه که دو پسر این پادشاه یعنی مهرداد سوم و ارد دوم اون رو مسموم میکنن و میکشن و بعد از کشته شدن پدر هم این دو شاهزاده برای به دست آوردن قدرت وارد نبرد با یکدیگه میشن. تقابل شرق و غرب امپراتوری اشکانی ها. ارد پسر فرهاد سوم از پادشاه اشکانی ها به سورنا بزرگ بلوچستان با توجه به اختلافات به وجود آمده در امپراتوری برای تعیین پادشاه بین من و برادرم، من از شما تقاضا دارم به پادشاه حقیقی وفادار باشید و مرا در برابر برادرم یاری نمایید. البته اینطور میشه که ارد با توجه به قدرت حوزه شرقی پادشاهی اشکانی به شرق و پیش پارت‌های حوزه شرقی یعنی بلوچ‌های امروزی میره و با خاندان سورن متحد میشه که از خاندان‌های قدرتمند اون زمان بوده و از طریق این خاندان موفق میشه مهرداد رو فراری بده و سلطنت رو به دست بگیره. اما مهرداد به سوریه و حوزه غرب امپراتوری فرار میکنه و اونجا پناهنده میشه. در نهایت هم موفق میشه حکومت بابل رو به دست بگیره. اما سورنا به فرمان ارد برای از بین بردن اون راهی میشه و مهرداد رو شکست میده و پس از اون هم اون رو با حمایت پادشاه در سال 54 پیش از میلاد اعدام میکنه. اوج نفوذ بلوچ‌ها در دولت اشکانی. اتحاد بلوچ‌ها با پادشاه جدید امپراتوری اشکانی در توازن قوا بسیار تأثیر میذاره و جایگاه بلوچ‌ها رو بسیار بالا میبره و اونها دارای نفوذ زیادی میشن. در همین زمان کراسوس امپراتور روم که این جنگ‌های داخلی اشکانیان رو دیده بود از فرصت استفاده میکنه و خودش رو آماده حمله به امپراتوری اشکانی‌ها میکنه و در واقع حوالی سال 54 پیش از میلاد برای اولین بار رویارویی تمام عیار رومیان با اشکانیان رو ما میبینیم. در این جنگ سورنا با تاکتیک‌های جنگی مختلفی موفق میشه به شکل تحقیرآمیزی ارتش کراسوس رو شکست بده و در سر اون به شهرتی افسانه‌ای دست پیدا کنه که شعرها و افسانه‌هایی برایش سروده بشه. سورنا در این زمان آنچنان قدرتمند و ثروتمند شده بود که در واقع به عنوان دومین شخص امپراتوری پس از پادشاه شناخته میشد و همزمان دارای یک پایگاه سیاسی قدرتمند بلوچستان و زابلستان کنونی بوده. این مسئله باعث نگرانی امپراتور میشه و با پیام‌های منفی که از اطرافیانش میگیره در صدد حذف سورنا برمیاد. در نهایت هم از طرف خودی‌ها در جریان یک جنگ اون رو میکشن که مسلماً این مسئله نارضایتی بلوچ‌ها رو در پی داشته و آغاز اختلافات با شرق میشه. هرتزفلد جایگاه حوزه شرقی امپراتوری رو در دوره اشکانیان بسیار بلند قلمداد کرده و خاندان سورن رو پس از خاندان شاهنشاه نخستین خانواده بزرگ کشور به شمار آورده. گسترش اختلافات بین دو گروه پارتی. گندوفر امپراتوری اشکانی‌ها مدت هاست که اتحاد خود با ما را شکسته است. آنان با پشت نمودن به حوزه شرقی امپراتوری و همچنین دسیسه علیه سورنای بزرگ در واقع مدت هاست که ما را از خود رانده‌اند. زمانی که ارد پایتخت اشکانیان را از شهر صد دروازه یا دامغان کنونی به تیسفون وسط عراق کنونی منتقل میکنه، توجه اشکانیان به مشرق کمتر میشه
پهلوهای بلوچ با توجه به مقصر شمردن امپراتور در مرگ سورنا از فرصت استفاده میکنن و حکومت مستقلی تشکیل میدن. یکی از دلایل اعلام جدایی بلوچ‌ها و ایجاد شاهنشاهی مستقل در واقع وضعیت متشنج دربار اشکانیان بوده که در مدت زمان کوتاهی چندین شاهنشاه عوض میکنن و هر شاه و شاهزاده مدعی سلطنت بوده. این وضعیت اشکانیان رو در موضع ظریف‌تری قرار داده بود. در واقع این شرایط از دوره ونون اول شروع شده بود، چرا که اون قبل از به قدرت رسیدن طی یک معامله سیاسی در دربار رومیان زندگی میکرده و خوی و عادتهای اونها رو گرفته بود و وقتی هم که به پادشاهی ایران میرسه خیلی‌ها به دلیل مشاوران رومی که داشته و رفتارهایی که میکرده از اون ناراضی بودن و به دنبال برکناریش بودن که از جمله این افراد اردوان سوم بوده که علیه ونون اول شورش میکنه. زمان میگذره و بعد از شورش‌های متفاوتی افرادی چون گودرز و وردان نهایتاً قدرت به بالاچ اول میرسه. ممنون میشین در صورتی که به نگاه ما به تاریخ علاقه دارید این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید. همچنین نظرات خودتون رو داخل کامنت ها به ما اعلام کنید. ما سعی میکنیم روز به روز تاریخ فراموش شده بلوچستان رو بر اساس منابع و کتب تاریخی معتبر بیان کنیم و مانع از به فراموشی سپردن این تاریخ بشیم. در دوره بالاچ قدرت اشکانی ها دوباره تثبیت میشه و بالاچ به عنوان یک شاه مقتدر اصلاحاتی رو ایجاد میکنه. اما این وضعیت خیلی طولی نمیکشه و بعد از بالاچ دوباره بین فرزندان اون بر سر تاج و تخت دعوا میشه. از دوره بالاچ اول به عنوان یکی از دوره‌های آرام و دارای شکوفایی‌های فرهنگی و اقتصادی و امنیتی یاد میکنن. در واقع بالاچ اول کسی بوده که زبان و رسم الخط رسمی رو تغییر میده و تلاش میکنه که فرهنگ یونانی ها رو کم رنگ تر کنه و دوباره فرهنگ پارتی رو رونق بده. از بالاچ اول به عنوان آخرین شاهنشاه مقتدر اشکانی یاد میکنن، چرا که بعد از اون وضعیت دوباره رو به ضعف میره تا اینکه اشکانیان سقوط میکنن. نهایتاً هم میتونیم بگیم که با تغییر پایتخت از شرق به غرب و ایجاد یک تغییر اساسی در خط سلطنتی که خصوصا با حکومت یافتن بالاچ اول از حوزه شرقی به حوزه غربی تغییر پیدا میکنه، نارضایتی بلوچ‌ها زیاد میشه و این موارد باعث میشن که بلوچ‌ها با رقبای دیرینه خودشون یعنی سکاها در منطقه متحد بشن و اعلام استقلال کنن که طی این اتحاد گروه‌های زیادی از سکاها به بلوچ‌ها ملحق میشن. مورخ مشهور هرسفلد می‌نویسه که وقتی در قرن اول میلادی سلطنت اشکانی از سلسله قدیم اشکانی به آتروپاتانا یعنی آذربایجان فعلی منتقل میشه، خاندان سورن که تا اون وقت تابع شاهنشاه بودن با رویکرد سیاسی جدید مخالفت میکنن و بزرگترین حکمران این خاندان به نام گندوفر که بانی شهر قندهار کنونی هم هست از سلطه شاهنشاه بزرگ خارج میشه و تمام نواحی شرق ایران تا هند رو متحد میکنه که در این باره میگه که وسعت ممالک گندوفر برابر با وسعت خاک اشکانیان بوده. ممنون میشیم کانال ما رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو به ما اعلام کنید. با تشکر از همه شما که تا آخر ویدیو همراه ما بودید.